با سلام خدمت شما دوستان عزیز. دوستان، این ویدیویی که داریم میبینید این یه گروه هست، فود شیرینگ با مدیریت زیبا ناوک، که وسایلای دست دوم تا انبار رو مثلا تو کمداتون داریم میتونید به هم دیگه بدید. اینا از خانمای تهرانی جمع شده تا خلاصه امر. بعد این وسایلی که الان میبینید اینا خانمای تهرانی جمع کردن، یه تعدادی از انباراشون مثلا به استفاده نمیشد تا برای من که وسایل منزل ندارم برسه. حالا ببینید میذارم بعدن که به دستم رسید باز یه ویدیو میگیرم بهتون نشون میدم از خانمای تهرانی چه چیزایی به دست من رسید. فاطمه خانم، اینم وسایلاتون که آوردم اینجا چیدم. حالا از این کیسه ها که در آوردم توی جعبه خواستم بچینم، براتون عکسم میفرستم که شب قراره خانم بهناز با پسرشون زحمت بکشن و هماهنگ بشیم از من تحویل بگیرن. این هم هست.